سلام 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 به اینجا خوش اومدی تو. سلام به اینجا خوش اومدی تو. اسم من شیداست، اسم من شیداست، اسم تو چیه؟ سلام بچه ها، خوبین؟ قصه‌ای که میخوایم با هم بخونیم اسمش هست قورباغه ساده دل. مترجم جعفر بدیعی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. کنار رودخونه‌ای بزرگ و پر آب قورباغه‌ای زندگی میکرد که بسیار ساده بود و همیشه حرف بقیه رو خیلی زود باور میکرد. فکر میکرد که اونا راست میگن. قورباغه ساده هر روز روی تنه درختی میشست و به دور و برش نگاه میکرد. یه روز وقتی آقا گنجیشک از بالای سر قورباغه پرواز میکرد، با خودش فکر کرد قورباغه رو اذیت کنه. این بود که رفت و روی شاخه درختی نزدیک قورباغه نشست و جیک جیک کنان گفت: سلام آقا قورباغه، چه روز قشنگی. قورباغه سرشو بالا گرفت و به گنجیش نگاه کرد و گفت: بله خیلی روز خوبیه. گنجیشکه گفت: من حالم خیلی خوبه و احساس خوشحالی میکنم، انگار تو مریض شدی. قورباغه با ناراحتی به بدنش نگاه کرد و گفت: تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ گنجیشک بالهاشو به هم زد و گفت: مگه چشمات خوب کار نمیکنه؟ نمیتونی رنگ بدن تو که سبزه ببینی؟ قورباغه به بدن سبز رنگ خودش فکر کرد. با تعجب پرسید: مگه چه عیبی داره که بدن من سبزه؟ گنجیشک با بازیگوشی گفت: خب این علامت بیماریه دیگه، مگه پوست منو نمیبینی؟ میدونی چرا سبز نیست؟ چون سالمم، در صورتی که مال تو سبزه و این نشون میده که تو مریضی. قورباغه وقتی این حرف رو شنید خیلی ناراحت و نگران شد. ساکت و غمگین سر جاش نشست. قورباغه روی تکه چوبی که زیر بدنش قرار داشت دراز کشید و شروع کرد به گریه کردن. از خودش پرسید: برای اینکه بار دیگه حالم خوب بشه باید چی کار کنم؟ همینجوری که گریه میکرد و به همراه جریان آب رودخانه به جلو میرفت، صداش به گوش جغد عاقلی که روی شاخه درختی بود رسید. جغد وقتی صدای گریه آقا قورباغه رو شنید از درخت پایین اومد و به طرف اون رفت و گفت: چی شده آقا قورباغه؟ برای چی گریه میکنی؟ آقا قورباغه سرشو بالا گرفت و به جغد نگاه کرد و گفت: ای بابا، دست به دلم نذار که خیلی ناراحتم. جغد جلوتر اومد و گفت: خب بگو ببینم چی شده؟ برای چی ناراحتی؟ شاید من بتونم بهت کمک کنم. قورباغه همونجوری که گریه میکرد گفت: من مریض شدم، برای همین خیلی ناراحتم، چون نمیدونم چی کار کنم تا حالم خوب بشه. جغد عاقل پرسید: تو از کجا فهمیدی که مریض شدی؟ قورباغه به بدن خودش اشاره کرد و گفت: مگه نمیبینی که تمام بدن من سبز رنگ شده؟ من مریضم. جغد وقتی این حرف رو شنید تعجب کرد و پرسید: چه کسی به تو گفته که رنگ سبز نشونه مریضیه؟ قورباغه با ناراحتی گفت: گنجیشک این حرف رو به من زده. جغد عاقل با شنیدن این حرف فهمید که گنجیشک میخواسته قورباغه رو ناراحت کنه. جغد کمی آروم شد و گفت: آقا قورباغه، به برگای درخت نگاه کن، مگه اونا سبز نیستن؟ قورباغه نگاهی به برگای درخت انداخت و گفت: درسته، اونا سبزن.
جغد بازم پرسید چمن‌ها چی؟ آیا اونا هم سبز رنگ نیستن؟ قورباغه نگاهی به چمن‌های اطراف رودخونه انداخت و گفت بله اونا هم سبزن. جغد دانا گفت خب حالا به من بگو آیا درخت‌ها و چمن‌ها هم مریضن؟ قورباغه بعد از لحظه گفت نه اونا شاداب و سرحالن. جغد بالهاشو به هم زد و گفت آفرین حالا همه چیزو فهمیدی، تو هم مریض نیستی، دیگه نباید ناراحت باشی. اینو گفت و از اونجا رفت. قورباغه که دیگه فهمیده بود مریض نیست شروع به رقصیدن و آواز خوندن کرد و پشت سر هم میگفت رنگ سبز بهترین رنگ روی زمینه، رنگ سبز بهترین رنگ روی زمینه. این در حقیقت همون صدای قورقوره که همه قورباغه ها از دهنشون خارج میشه، چون میخوان بگوین که مریض نیستن و رنگ سبز بدنشون خیلی هم قشنگ و خوبه. تا یه قصه دیگه، خدا نگهدار.